دومای دولتی روسیه هفته روان طرح قانونی را بررسی میکند که طبق آن قبول فرزندان مهاجرانی که زبان روسی را نمیدانند به مکتب ها منع می شود. در این باره رئیس دومای دولتی ویچسلاو ولودین در جلسه عمومی پارلمان روسیه خبر داد. دانستن زبان اساس برای به مکتب قبول کردن کودک است. اگر شما زبان را نمیدانید آن را آموزید. زبان را آموخته بیایید. اگر امتحان را سپاریدید شما را به مکتب قبول میکنند. این موقع اکثریت کلی وکیلان دومای دولتی است. تیمور عمروف کارشناس مرکز کرنگی برلین در مصاحبه با خبرنگار سیور ریالی گفته است که قانون درباره سنجش حتمی دانش کودکان مهاجران پیش از شامل شدن به مکتب‌ها جدایی بین روس‌ها و مهاجران را باز هم بیشتر خواهد کرد. مهاجرانی که زبان را نمیدانند و بر روسیه میآیند امکان همایششان با مردم محلی سخت است. زبان روسی در نظام معارف کشورهای آسیای مرکزی هنوز هم خوب معرفی می شود، اما توجه به آن کاهش می یابد. تمایل مذکور به سیاست مقامات این کشورها وابسته نیست. اگر قبلا زبان روسی زبانی بود که امکانیت بزرگ کسبی را می کشد، سالهای اخیر به روسیه آدمانی می آیند که به کار ذهنی مشغول نیستند. از این رو والدان درباره دیگر زبانهای خارجی فکر می کنند. خبرنگاران سیور ریالی با مهاجران کاری صحبت کردند. به اندیشه آنها راه اندازی سنجش حتمی کودکان خارجی هنگام قبول به مکتب‌ها فساد مالی را به وجود می آورد. یک کارمند شرکت غیر تجاری که به مهاجران کمک می رساند گفت فعلا در روسیه شماره زیادی کودکان مهاجران به مکتب نمی روند. والدان آنها با سبب مقام قانونی نداشتن نمی توانند که فرزندانشان را در مکتب گذارند. با وصف اقدام‌های همه روزه وکیلان دومای دولتی در مقابل مهاجران و عائله آنها، بعضی دپوتات‌های روس اصرار می‌ورزند که مسئله مهاجرت را کشورهای غربی دامن می‌زنند. در سامانه‌های ملت‌گراهای روس مصاحبه وکیل دومای دولتی الگ ماتویچف نشر شده است. یک سال شد وضعیت مهاجران را دامن می‌زنند. صرف نظر از آن که شماره مهاجران افزایش نیافته است و یگان فاجعه هم در رابطه با مهاجران روی نداده است، جمعیت بر مقابل آنها قیام کرد. نظر مردم درباره مهاجران دیگر شد. در همه جا فقط مهاجرت و مهاجرت میگویند. گویا مسئله دیگری وجود ندارد. زیاده از این طبق نظرپرسی‌های جامعه شناسان، حاضر مسئله مهاجرت نظر به مسئله عملیات نظامی در اوکراین نگرانی بیشتر کسب کرده است. سامانه‌های ملت‌گرایان روس با تنتنه نوارهای یورش افسران و گروه‌های کمک‌رسان ملت‌گراهای روس به مکان‌های زیست و کار مهاجران و بازداشت و اذیت آنها را نمایش داده، در عین زمان اصرار می‌ورزند که خدمات اکتشافی کشورهای غربی می‌خواهند که روسیه را از داخل ترک کنند.